سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به دومین قسمت ویدیوی آموزشی ما. من گیلا هستم، اینجا چنل چرم گیلا هستش. امروز براتون قراره یه سری نکات در مورد این وسایلا که تو ویدیوی قبلی براتون گذاشتم، گفتم که چرا من به اینا چرم زدم رو بهتون توضیح بدم. اکثر ماها که تو خونه های آپارتمانی، من خودم هم تو خونه آپارتمانی زندگی میکنم، اکثر مردم هم همینطوره، اونایی که طبقه اول همکف هستن که دیگه خوش به حالشون، راحت میتونن کارشون رو انجام بدن. اما یکی مثل من که توی آپارتمان زندگی میکنم، باید کاری کنیم که این صدا پایین تر بیاد. برای همین وقتی ما میخوایم از سنبه و مشته استفاده کنیم، خب از این تخته فایبر گلاس برای سوراخ کردن چرم استفاده میکنیم دیگه. شما وقتی چرم رو میذاری و قراره بهش سنبه رو میذاری و مشته میزنی، یه صدای اگه خالی باشه، ببینید این شکلی باشه و اینم که الان سوراخ شده، من باید اینو بازش کنم، یه دور دیگه درست کنم براتون که شما هم ببینید. وقتی که این دوتا رو بزنی به هم، اگه این چرما نباشه یه صدای خیلی بدی تولید میکنه که باعث اذیت همسایه ها، حتی باعث اذیت شدن گوش خودتون هم میشه. ببینید یه صدای خیلی زیاد تولید میکنه. اما وقتی سر این چرم باشه، زیر مشتتون هم چرم باشه، صدا خیلی کمتر میشه. بذارید حالا من اینو براتون بازش کنم. خب یه تیکه همین اندازه به اندازه گردی این مشت شما اندازه بگیرید. حالا با تیکه های اضافه چرماتون میتونید این کارا رو انجام بدید. حالا من این تیکه ها رو گذاشته بودم کنار. ببینید الان اینو مثلا هیچ وقت، یه نکته دیگه هم اینه که هیچ وقت کاترتون رو روی تخته فایبر گلاس اصلا نکشید، چون باعث کند شدن کاترتون میشه و هی باید این سریشو بکنید. رو تخته برش، حتما چرماتون رو تخته برش بدید. این تیکه های کوچیکم برای خود سنبه میتونید استفاده کنید به این شکل. تا کنید این شکلی دو طرفه باشه قشنگ که محکم بشه و با یه چسب فیکسش میکنید به سنبه. اینا وقتی شما باشون کار میکنید، بعد از یه مدت این سرش سوراخ میشه و شما مجدد باید دوباره بهش چرم بزنید. باید تمدید بشه دیگه. ببینید به این شکل. این از سنبمون. حالا میریم برای مشته. خب شما برای اول کار میتونید از این تیکه های کوچیک چرم استفاده کنید، اما من چون خیلی کارم زیاده چرممو یک کوچولو بزرگتر برداشتم، دولایش کردم و قراره که این شکلی بچسبونم به کار. کامل چسب میزنم که قشنگ فیکس بشه. ولی شما مثلا یک دور که چسب زدید فیکس شد اوکیه، ولی خب من انقدر چسب میزنم که قشنگ محکم شده. ببینید این شکلی. این یک نکته از کارهایی که باید برای سنبه زدن انجام بدید. یه نکته دیگه هم این که برای اینکه صدای کمتری تولید بشه، شما باید حتما رو میز هستم، شما حتما روی زمین بشینید، روی فرش هم نه، روی موکت،
چون فرش حرکت میکنه و باعث میشه که اون سوراختون کج بشه یا شکل درستی نداشته باشه. حتما روی موکت انجام بدید و حدالاقل اگر تونستید زیر همین تخته فایبرگلاس یه کنده چوبم قرار بدید. من از این استفاده میکنم. یه تیکه چوب بزرگ دارم. خب اینو میذارم روی موکت و تخته رو میذارم روی این و چرم رو روی این سنبه میزنم. این کار باعث میشه که صدای خیلی خیلی کمتر و خفیف، اصلا صداییه که اصلا همسایه رو اذیت نمیکنه. من اینطوری صدا رو خنثی میکنم و به شما پیشنهاد میکنم که اگه تو آپارتمان هستین حتما از همین کار امتحان کنید. یه چند تا وسایل دیگه هم هست تو چرمدوزی که شما حتما بهش احتیاج دارید. گفتم که تو این قسمت از آموزشمون بهتون بگم که اونا رو هم تهیه کنید. اولین وسیله هم فندک هستش. برای اینکه شما وقتی کارتون چرمتون رو دوخت میزنید آخر کار به فندک احتیاج دارید که اون نخو فیکس کنید تا در نره. دومین آیتمون چسب دو طرفه 0.5 سانتی هستش. از اینم شما استفاده میکنید. آیتم بعدیمون دکمه های 4 پارچه هست. شما برای درست کردن کیف کارت بانکیتون احتیاج به دکمه های 4 پارچه دارید. هم سایز کوچیکش و هم سایز بزرگترشو که برای کیف های آوربانک از سایز کوچیک استفاده میشه و برای کیف پول از سایز بزرگتر مثل این بزرگتره احتیاج دارید. آیتم بعدیمون شما به پرچ احتیاج دارید. هم حالا این سلیقه‌ایه که طلایی باشه یا نقره‌ای، بازم برای کیف و کیف پول شما به پرچ هم احتیاج دارید. این کار هستش که این شکلی هستش. این شکلی و پرچ میشه. آیتم بعدیمون شما برای کیف پول هم نیاز به زیپ دارید. برای داخل کیف پول یه نمونه کارمون اینه که داخلش از زیپ استفاده شده. آیتم بعدیمون از این حلقه‌های جاسویچی هم شما احتیاج دارید که تو آموزش قراره جاسویچی هم داشته باشیم. از این تلقا برای ساخت جاکارتی هم شما احتیاج دارید مثل این شکلی. آموزش کیف مدارک هم براتون بذارم که شما به این تلق مدارک هم احتیاج دارید که 3 تاش جای مدارکه، 6 تا هم جای کارت داره. پس به اینم احتیاج داره. قیمتی هم نداره. فکر میکنم این کار 10 تومن باشه، این کارم 6 تومن یا 8 تومن باشه. قیمتی نداره. آیتم بعدیمون از این حالا اسمشو نمیدونم چیه ولی از این گیره ها دیگه توی لوازم تحریری ها دارن. برای فیکس کردن چسب وقتی 2 تا چرم رو با هم دیگه چسب میزنیم از این گیره ها خیلی احتیاج داریم. پس اینم حتما باید تهیه کنیم. از این مقواهایی که پشتش 4 خونه داره تو لوازم تحریری هستش. سایز بزرگش رو تهیه کنید. برای الگو کشیدن به این مقواهایی که پشتشون 4 خونه کشیده شده احتیاج داریم. خب اینم چند تا نکته در مورد وسایل‌های چرمدوزی که حتما باید اینا رو انجام بدید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ویدیومون رو لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم براتون بیاد. دوستتون دارم. مرسی که برام وقت با ارزشتون رو گذاشتید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.